منتخب زیر 16 ساله تاجیکستان در فینال مسابقه بین المللی جام رشد 2020 با یک چین نوسان بلاروس بازی را به حساب 2-2 به انجام رسانیدند و تنها سلسله ضربه های 11 متره در دیدار مذکور غالب را معین کرد. در قسم اول بازی فوتبالباز خط هجوم تاجیکستان عبدالفتاح خدایدادزاده حساب را گشاد. قبل از انجام قسم اول بازی سنت الله عزیزوف برتری منتخب تاجیکستان را با 2 گل بالا برد، اما نورسان ما این برتری خود را تا به آخر نگاه داشته نتوانستند. در پایان دوم رقابت فوتبالبازان نورس بلاروس به هر دو گل‌های سرداده‌شان پاسخ گردانده حساب را 2-2 ساختند. در اجرای سلسله ضربه‌های 11 متره باشد منتخب بلاروس غلبه نمود و غالبیت را در جام رشد 2020 به دست آورد. تیم ملی نورسان تاجیکستان برنده نشان نقره گردیدند. فوتبالبازان نورس بلگیا مقام سوم را در مسابقات مذکور به دست آوردند. قطع نظر از باخت ملی‌پوشان تا 16 ساله کشور در این مسابقه اشتراک فعال داشتند و باز در یک صحنه بین المللی از رشد و نموی مسابقه ورزش یک در تاجیکستان درک دادند. مورد به ذکر خاص است که تاجیکستان یگانه دسته آسیایی است که در طول 15 سال برگزاری مسابقه جام رشد جایزه‌دار آن می‌شود. بدون شک و تردید نورسان ما شکست خورده‌های پیروز می‌باشند.